سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه معرفی کتاب دیگه از کانال شهر کتاب در خدمت شما هستم. کتابی که امروز برای شما انتخاب کردم مغازه خودکشیه. مغازه خودکشی یک فانتزی کمدی سیاه بسیار تکانده است. این کتاب نوشته ژان تولیه. ژان تولیه یک نویسنده و کارگردان فرانسویه که تو سال 1953 به دنیا اومد. این کتاب مغازه خودکشی توی سال 2007 منتشر کرد و تاکنون به بیش از 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده. این رمان در مورد خانواده توآش و کسب و کار عجیبیه که دارن. خانواده توآش صاحب مغازه هستن به نام مغازه خودکشی که توی این مغازه انواع اقسام وسایل مورد نیاز برای خودکشی به فروش میرسه، از انواع طناب، انواع سموم، انواع گیاهان سمی و عصاره اونها، انواع حیوانات سمی و سایر روش‌ها که توی این مغازه حتی به مشتریان مشاوره خودکشی هم داده میشه که چه زمانی با چه وسیله‌ای و توی چه مکانی خودکشی انجام میدن. مغازه خودکشی یک شعاری داره: آیا در زندگیتان شکست خورده اید؟ لااقل در مرگتان موفق باشید. این رمان در زمان و مکان نامشخصی اتفاق افتاده، ولی چیزی که مشخصه تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده ولی ناامیدی بسیار فراگیر شده و بیشتر مردم دلیلی برای زنده بودن پیدا نمی‌کنن. شاد بودن و خندیدن از عجیب‌ترین چیزها به شما میره و آمار خودکشی بسیار بالاست، ولی در این بین مغازه خودکشی به خودش افتخار میکنه که به مردم کمک میکنه تا از شر زندگی خود راحت بشن. از این کتاب توی سال 2012 یک انیمیشن به همین نام توسط پاتریک لکونت ساخته شد. البته این انیمیشن زیاد وفادارانه نیست و پایان انیمیشن و پایان کتاب کاملا متفاوته. یکی از نکات جالب این رمان اینه که هر یک از شخصیت‌های داستان نامشون یادآور یکی از شخصیت‌های مهم تاریخی که خودکشی کردن. پدر خانواده میشیما توآش یادآور یوکیو میشیما نویسنده سرشناس ژاپنیه که حتی 3 بار نامزد جایزه نوبل شد ولی در نهایت خودکشی کرد. پسر بزرگ خانواده ونسان توآش یادآور ونسان ون گوگ نقاش مشهور هلندیه که توی سن 37 سالگی با شلیک به قلب خودش خودکشی کرد. در مورد ونسان توآش اینم بگم که وظیفه‌ای که توی این خانواده بر عهده داره اختراع وسایل جدید برای خودکشیه. مرلین دختر خانواده است که به یاد مرلین مونرو بازیگر معروف آمریکایی که توی سن جوانی افسرده شد و در نهایت به خاطر مصرف بیش از حد داروهای آرامش بخش به خواب ابدی فرو رفت. فضای توصیف شده توی این رمان سراسر ناامیدی، بداقبالی و سیاهیه. مردم در چنین جامعه فلاکت باری خسته از زندگی شدن و به تموم کردن زندگی میاندیشن و میتونن از مغازه خودکشی وسایلی رو که برای پایان دادن به زندگیشون مورد نیازه تهیه کنن. فضای رمان همینقدر سیاه پیش میره تا اینکه فرزند جدید خانواده که اسمش آلنه به دنیا میاد. آلن با تمام شخصیت‌هایی که توی این داستان دیدیم متفاوته و نوع نگاهش به زندگی کاملا متفاوته. اون توی هر مسئله سیاهی یه نقطه روشن میبینه. آلن برعکس تمام آدم‌هایی که تا حالا توی این رمان دیدیم شاده، لبخند میزنه، موزیکای شاد گوش میده، عاشق کمک کردن به دیگرانه و قوانین مغازه رو رعایت نمیکنه و به شکل غیر قابل باوری مثبت اندیش و خوشبینه. توی جایی از کتاب، توی موقعیتی از کتاب آخر شبه و زنگ خونه آقای میشیما توآش به صدا در میاد. ادامهش رو از توی کتاب براتون میخونم. وقتی به اتاق خوابش برگشت، زنش به بالش تکیه داده بود و مجله میخواند. زن پرسید کی بود؟ نمیدونن، یه بیچاره‌ای که تفنگش گلوله نداشت. چیزی رو که دنبالش بود از توی جعبه مهمات پیدا کردم و بهش دادم. الان دیگه با خیال راحت میتونه مغزش رو بترکونه. داری چی میخونی؟ آمار خودکشی پارساله. هر 40 دقیقه یک خودکشی. 150,000 اقدام به خودکشی که فقط 12,000 تاش به مرگ منجر میشه. باور نکردنیه. آره همینطوره. چقدر آدم که میخوان راحت بشن و موفق نمیشن. خوشبختانه ما واسه همین کار اینجاییم. گفتیم که آره نگاهش کلا با سایر اعضای خانواده متفاوته. یه نمونه‌شو از روی متن کتاب براتون میخونم. آلن، آخه چند بار بهت بگم وقتی مشتری از مغازمون خرید میکنه بهشون نمیگیم به زودی میبینمت. ما باهاشون ودا میکنیم چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. آخه کی این رو توی کلت فرو میکنی؟ وقتی یکی میاد اینجا نباید بهش بگی صبح بخیر. تو باید با لحن یه بابا مرده بهشون بگی چه روز گندی مادام، یا مثلا بگی
امیدوارم اون دنیا جای بهتری براتون باشه. این لبخند مسخره رو هم از صورتت بردار. میخوای این یه لقمه نون رو ازمون بگیری؟ مجبورمون میکنی یه پوزه بند بهت ببندی. از قسمت های جالب این کتاب اینه که بچه‌ها مجبورن روزانه اخبار ببینن. در واقع تکلیف روزانه بچه‌ها اینه که یه مدتی بشینن پای اخبار. در واقع به این نکته اشاره میکنه که دیدن اخبار چقدر میتونه روی احساس ترس، احساس نگرانی، احساس ناامیدی، احساس اینکه چقدر جهان جای بدی شده تاثیرگذار باشه. واقعیت هم همینه. وقتی که اخبار میبینیم عملا هیچ خبر مثبتی توش نیست، همش اخبار جنگ، اخبار کشتار، اخبار زلزله، کلا خبرهای بعدی میاد که اوضاع اقتصادی چقدر داغون شده. همه اخبار همینه. بیشتر مواقع روانشناسا برای بالا بردن کیفیت روانی زندگی به شما پیشنهاد میکنن که اخبار نبینید. اسم هر یک از شخصیت‌های داستان از اسم یکی از شخصیت‌های معروف تاریخ بود که خودکشی کردن. اما اسم آلن از اسم آلن تورینگ که آلن تورینگ یه دانشمند نخبه بریتانیایی بود که به پدر هوش مصنوعی و یا پدر کامپیوتر معروفه، چون که اولین کامپیوتر رو میگن که ایشون اختراع کرده. اما ایشون نهایتاً به دلیل همجنس بازی متهم شناخته شد، ولی بریتانیا به خاطر خدماتی که ایشون توی جنگ جهانی به کمکشون کرده بود بهشون یه انتخاب داد که بین اینکه سالهای زیادی بره زندان یا اینکه اخته بشه یکی از روش‌ها رو انتخاب کنه. ایشون اخته کردن انتخاب کرد و برای این کار یه سری داروها به ایشون دادن که این دارو نهایتاً باعث افسردگی شد و نهایتاً خودکشی کرد. روشی که ایشون خودکشی کرد خیلی جالبه. یه سیبی رو به سم سیانور آغشته کرد، این سیب داخل یه پشتقابی قرار داده، یه نقاشی ازش کشید و نهایتاً خودکشی کرد. توی این کتاب مغازه خودکشی یه دونه شوخی جالبی هم با این کار انجام شده که میگن که لوگوی اپل که یه دونه سیب گاز زده است، در واقع این سیب همون سیب آلن تورینگه. یه نکته جالبی رو هم بگم که پس از مرگ آلن تورینگ مردم توی سال 2012 علیه بیگناهی آلن تورینگ امضا جمع‌آوری کردن و دادگاه نهایتاً رأی به بیگناهی آلن تورینگ داد و بانک مرکزی انگلستان تصویب کرد که از سال 2015 تا سال 2021 عکس آلن تورینگ روی اسکناس‌های 50 پوندی چاپ بشه. نقطه امید کتاب بود و اون شخصی بود که باعث شد که دید بقیه یه جوری نسبت به زندگی متفاوت بشه. یه قسمتی از کتاب رو از زبان آلن میخونیم. زندگی همینه که هست، اگه سخت بگیری اونم بهت سخت میگیره. این ما این که بهش ارزش میدیم. دنیا با همه کمبودهایی که داره زیبایی‌های خودش رو هم داره. نباید از زندگی انتظار داشته باشیم، نمیشه باهاش جنگید. باید نیمه پر لیوان رو ببینیم. توی کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل اشاره میکنه که برای اینکه انسان بتونه به زندگی ادامه بده باید به زندگی خودش یه معنایی بده که یکی از راه‌های دادن معنا به زندگی کار و خدمت ارزشمنده که توی این رمان مغازه خودکشی این نکته رو خیلی ظریف و قشنگ توضیح داده. یه زمان از آقای میشیما تواچ میپرسن که شما چرا خودتون خودکشی نمیکنید؟ آقای تواچ جواب میده که اگر ما نباشیم کی مغازه رو اداره کنه؟ در واقع خانواده تواچ با این مفهوم که اگر ما نباشیم کسی نیست که مغازه رو اداره کنه و به مردم خدمت کنه و به مردم کمک کنه که از شر زندگیشون راحت بشن، با این مفهوم به زندگی خودشون معنا داده بودن. توی کتاب انسان در جستجوی معنا یکی از راه‌هایی که باعث میشه که انسان به زندگی خودش معنا بده عاشق شدنه که یکی از بخش‌های جالب کتاب مغازه خودکشی زمانیه که ملین دختر خانواده عاشق میشه. عاشق بودن به انسان حس مفید بودن میده و در واقع انسان‌ها وقتی که عاشق میشن انگیزشون برای یه سری از کارها چندین برابر میشه. نویسنده یک کتاب سعی داره که با آمیختن تلخی مرگ با شوخی‌های ظریف و طنزهای ریز و ایجاد موقعیت‌های خنده‌دار مخاطب را به امیدوار بودن و ادامه دادن تشویق کنه. در واقع او به ما میگه که زندگی با همین مشکلات و سختی‌هایی که داره همچنان میتونه زیبا باشه. این ما هستیم که انتخاب میکنیم که چگونه به زندگی نگاه کنیم. ما برای اینکه زندگی خوشایندی داشته باشیم لازم نیست که کار عجیب و غریبی کنیم یا اینکه اتفاق خاصی بیفته و یا چیزهای متفاوتی نسبت به دیگران داشته باشیم. شاید گاهی لازمه که نسبت به اون چیزهایی که داریم و شرایطی که توش قرار گرفتیم یه نگاه متفاوتی داشته باشیم. من برای اینکه ادامه کتاب اسپویل نشه بقیه‌شو بهتون نمیگم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونین. 114 صفحه بیشتر نیست، راحت میتونین بخونینش.
شاید در ادامه یه دونه ویدیوی دیگه با تحلیل کتاب و ادامه و پایان خیلی عجیب این کتاب براتون آماده کردم. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردین. کانالم اگر سابسکرایب نکردین ممنون میشم که سابسکرایب کنین.